به نام یزرا، خدای زمان و اسرار، که اسرار آسمان ها و زمین را در دستانش دارد. داستانی از دنیای ناشناخته آغاز می شود. در دل دنیای پر رمز و راز آبوسا 5 سرزمین عظیم با تاریخ‌های کهن و جادوهای بی‌پایان در کنار هم زندگی می‌کردند. این سرزمین‌ها نه تنها برای انسان‌ها بلکه برای موجودات افسانه‌ای و جادویی نیز خانه‌ای امن و پر اسرار بودند. در میان این دنیای عجیب و شگفت‌انگیز هر شهر و هر قبیله‌ای حکایت خاص خودش را داشت. نوم پایتخت آپوسا در دل کوه‌های بلورین جای داشت، جایی که جادوگران روشنایی در آن ساکن بودند و قدرت‌های جادوییشان برای حفظ تعادل میان نور و تاریکی به کار می‌رفت. در این شهر پادشاهان کهن و حکمرانان روشنایی از گذشته‌های دور وجود داشتند. نوم درختی از حکمت و دانش بود، جایی که آینده و گذشته در هم آمیخته می‌شدند. در شرق، در کنار دریاچه نقره‌ای، لیر به عنوان شهر موسیقی شناخته می‌شد. در این شهر مردم با نغمه‌ها و آوای بادها زندگی می‌کردند. اینجا همه چیز به یک هماهنگی از صدا و موسیقی بدل شده. آینه‌ها در کوچه‌ها می‌رقصیدند و هر گام که برمی‌داشتند نغمه‌ای از دل باد به گوش می‌رسید. در جنوب، در دل دار، شهر آتش و شمشیر زنان، آتش شعله می‌کشید و در نبردهای بی‌پایان با دشمنان می‌سوخت. در این سرزمین که دژی از سنگ و آتش بود، مردم در کنار شعله‌ها و جنگ‌ها زندگی می‌کردند. شمشیر زنان آتش زاده از سرزمین‌های دور آمده بودند تا در برابر هر تهدیدی ایستادگی کنند. در غرب سرزمین آپوسا، در دل صخره‌های مه‌آلود، وار قرار داشت. این شهر جایی بود که ابرها از میان خانه‌ها می‌گذشتند و در آن سکونتگاه درویش و بینایان بود. در اینجا انسان‌ها نه تنها به دنیا بلکه به رازهای آسمان و افلاک نیز می‌اندیشیدند. وار جایی بود که همه چیز به نوعی از نگاه‌های والا و عمیق درک می‌شد. و در سرزمین جنگلی و مرموز مور، شهری در دل درختان کهن و اسرارآمیز زندگی می‌کردند. الف‌ها، درایات‌ها و موجودات جادویی در این جنگل‌های انبوه پنهان شده بودند. درختان 1000 ساله این سرزمین نه تنها محلی برای سکونت بلکه نگاهبانانی برای اسرار و جادوی طبیعت بودند. در این سرزمین‌های درخشان انسان‌ها و موجودات افسانه‌ای
در کنار هم زندگی می‌کردند. اما هر کدام از این سرزمین‌ها قصه‌های خود را داشت که در انتظار زمان و سرنوشت بودند. در حالی که در هر گوشه‌ای از این دنیای پر از جادو و نور اسراری نهفته بود.